آره ببین من همین الان وارد رستوران شدم. ببین یه پسر مومشکی ریشم داره توی بار وسط رستوران، میبینیش؟ دیدم. بدون اینکه تابلو کنی ببین حلقه‌ای که گرفتم دستش هست. این حلقه دستش نیست. برو یه جا بشین بتونی ببینیش قشنگ. جا بشینم باش اوکی. حواست کامل بهش باشه ها، هر کاری کرد به من میگی. باشه. میشه حلقه دستم. سلام. خوش اومدی. مرسی. به چیزی احتیاج داریم براتون بیارم؟ چیزی احتیاج داریم یا نه؟ یعنی چی به چی احتیاج داریم؟ قهوه چیزی سفارش بده. یه قهوه به من میدین؟ قهوه چی میل داری؟ قهوه چی میل دارم؟ ببین چی میخوری یا آمریکانو چیزی سفارش بده. فرق نمی‌کنه یه آمریکانو چیزی بهم بده دیگه. بله به روی چشم. بله برش نه چیز. مرسی. چشم. خب ببین چشم ازش بر نمیداره، ریزترین کاراشو باید ببین. الان داره چیکار میکنه؟ الان وایسادم بگو. یه دختره همین الان اومد دارم با هم دیگه صحبت میکنن. میگن الان چی بابا دارم با هم دیگه میخندن. میگن میخندن یعنی چی؟ او پسره داره برش میرقصه. رقص بلده. داره حرکات آکروبات بازی در میاره. چشمم روشن. حالا چیکار باید کرد؟ میدونم باید چیکار کنم. آتیش گرفت. اینا جام نبردم درست حسابی نمیبینم. درست تعریف کن. دخترم آتیش گرفت. تو رو خدا بگو دختر آتیش گرفت. دختره داره براش دست میزنه. چشمت روشن. من الان پا میشم یا اونجا تکلیفمو روشن میکنم. نه الو شت. خدا رحمت کنه بیامرزتت دیگه بنده خدا.